شیر گرون میشه. آقا شیر پاستوریزه گرون میشه. ملت میرن تو خیابون اعتصاب میکنن، میگن هیچکی شیر نخره. شیر میمونه رو دست تولید کننده. کارخونه دار میفهمه با مردم طرفه. مردم شوخی ندارن. مردم یک سبدی دارن، یک در واقع دخل و خرجی دارن، بر اساس اون زندگیشون رو تنظیم کردن. یک روز شیر مملکت خریده نشه، یک کارخونه میره رو هوا. یه سیستم میره رو هوا. اجازه بدین اینو بهتون بگم، خدمتتون عرض کنم. خب در کشور ما چجوریه؟ آقا شیر گرون میشه. اصلا شیر نه، چون فاسد شدنیه. مثلا مایع ظرفشویی گرون میشه. بلافاصله مادر خانواده بچهش میگه که دخترم برو، پسرم برو یه کارتون بخر، گرون شده، میگن قراره گرون تاشه. ما برعکس کار میکنیم. ما ببین انقدر که رعب و بی‌اعتمادی و ترس و همه اینا هست، همه ما داریم یک شکل دیگه زندگی میکنیم، خودمون به ضرر خودمون داریم میریم جلو. سوخت جایگاهمون تموم شده. ها؟ مخزنمون خالیه. فردا 8 صبح تانکر سوختمون میرسه. شب همگی بخیر. آقا صبر کن ببینم چه داری میگی شب همگی بخیر؟ ما الان ششان خیابانی قرقره که هل دادیم، بعد 3-4 ساعت هم داخل سفر لاف بودیم. یعنی چه تمام شده؟ ببخشید شما اعتراض دارید؟ بله که اعتراض دارم. من اعتراض دارم، همه اعتراض دارن. آقا یه چیزی بگید، اینا پاسخگویی وظیفه‌شونه. آقا ما رفتیم سحر برمیگردیم. شب بخیر. بدشانسی پشت بدشانسی.